Welcome to Tehran Gap. بس عشق دیگه آقا، موضوع عشق. تو هم در آستانه این اشتباه هستی. خوبی؟ نه احساس میکنم که به منجر به طلاق نشه. آره. خنده طرف مقابلت از خنده خودت واجب تره. چرا دختر بسازم هست؟ 1 2 3. به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدین به اپیزود 1 از مجموعه کارهای تهران گپ به همراه من حسین و محمد. سلام کن. سلام. اولشو با دست و پر انرژی شروع کردم، دیدم تو یوتیوب همه پر انرژی شروع میکنن. بعدش خیلی جدیش کردی؟ خواستی کلاس بذاری؟ تا همین قدش ولی خیلی خوش اومدین. امیدوارم که ایام به کامتون باشه. قول داده بودیم که در هر اپیزود در باب یک کلمه صحبت بکنیم. توی این اپیزود قرار در باب یک کلمه بسیار جذاب صحبت بکنیم. علت این که این کلمه‌ای که الان میخوام بگم انتخاب کردیم اینه که اگر یادتون باشه تو اپیزود قبلی ما گفتیم که محمد به تازگی عقد کرده و ازدواج کرده و متأهل و متعهد شده. این خیلی مهمه. به همین خاطر ما کلمه عشق رو انتخاب کردیم در اپیزود 1. لاو یا عشق که کلمه بسیار بسیار مقدسیه. متاسفانه این روزها شاید اونطور که باید و شاید جدی گرفته نمیشه و هر کسی به هر شخص دیگری به راحتی میگه عاشقتم و عشق کلمه مقدسیه و واقعا نمیشه اسم هر نوع احساسی رو، اسم هر نوع رابطه‌ای رو گذاشت عشق و عاشقی و عشق. این اعتقاد شخصی من و واقعا به نظرم عشق واقعیه که در نهایت یک پسر رو مجاب میکنه به اینکه بخواد بره توی این حوصله‌شون سر رفت. بس عشق دیگه آقا، موضوع عشق. بذار توضیح بدم. خب توی این موضوع اقتصادی یک پسر رو مجاب بکنه که بخواد بره و گردن بگیره، چون این روزا پسرا کلا گردنگیرشون خرابه و خب طبیعی هم هست دیگه. خیلی گرونی و فشار و چیزهای مختلف هست و هر کسی نمیخواد این زیر بار مسئولیت بره. ولی خب الان ما یک نمونه زنده داریم اینجا که عاشق شده و به خاطر همین عشق رفته و این کارو کرده، گذاشته و این کارو کرده. کجا شدین؟ فضای مجازی. تو فضای مجازی دقیقاً کجا؟ دقیقشو دیگه به تو رفت. حالا دیگه تو فضای مجازی آشنا شدن. چقدر تو کشید داشتنیت؟ ما سعی کردیم بعد آشنایی زیاد کش پیدا نکنه. 6 سال. تازه زیاد کش پیدا نکرد 6 سال. آره. بعد از 6 سال کی فهمیدی که اونم به خاطر اینکه دلار رفت بالا تونستم بگیرم. چون قدیم یه $100 اونا ما $100 کرده بودن دیگه. این عاقبت اندیشی یعنی اینا. با دلار 60,000 تومان که سرمایه‌ام شد 6 تومن، گفتم دیگه وقت. باریکلا. خیلی واقعا به موقع بودش. سر مهریه و این اتفاقا، مثلا میگم مهریه شیربها، این چیزا مشکل نخوردین؟ چند تا مهریه؟ 14. 14. به ببین زن زندگی یعنی اینا. 14 تا مهریه، خدا بده برکت. واقعا اگر یه عشقی واقعی باشه و واقعا اگر دو نفر همدیگه رو بخوان، به نظرم اصلا مهریه و این حرفا خیلی معنایی نداره. حق طلاق و این چیزا هم مطرح شد. من جدیدا مد شده دخترم حق طلاق. همه حقا رو داد. همه شرایط باید مساوی باشه. همه حقا رو دادی؟ دمت گرم. واقعا اینجوریه دیگه. و دو تا خانواده به نظرم مثلا ازدواج کردن وسط دو نفر یه دختر پسر با هم دیگه نیست. واقعا وسط دو تا خانواده با هم دیگه است. یعنی این دو تا خانواده باید همکف هم دیگه باشن و خانواده ها هیچ چیزی نگفتن، شرط خاصی، مشکلی مثلا بیان ایرادی بگیرن و اینا. یعنی دیدن شما هم دیگه دوست دارین و یه عشق واقعی اینجا هست، ما هم رضایت دادن. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. واقعا این مدلیه دیگه. یعنی اگر که خانواده ها هم همراه باشن با همین شرایط سختی که وجود داره، اتفاق نشدنی نیست. واقعا کار نشدی نیست و در نهایت میشه. مهم اینه که چی؟ اون پسر واقعا بخواد، واقعا بگیر باشه. این بگیر بودن خیلی. نمیخوای مهمون دعوت کنیم؟ چرا مهمونم دعوت میکنیم.
خیلی نکته خوبی اشاره کردی، ممنونم از تذکرت. ما قول داده بودیم، گفتیم که تو هر اپیزود دعوت میکنیم از یه نفر که بیاد تو بحث ما شریک بشه. توی این اپیزود داریم در باب عشق صحبت میکنیم دیگه. بذار فکر کنم. من یه رفیقی دارم اسمش علیه، اونم از دوستای قدیمیمه، در شرف ازدواجه، یعنی اون هم رفتن مثلا صحبتاشون تو خانواده کردن و میخوان ازدواج بکنن. به نظرم میاد که اون گزینه مناسبی باشه برای اینکه باهاش صحبت بکنیم. میخوای زنگ بزنم ببینم کجاست؟ بذار یه زنگ بهش بزنم، اسمش علیه. بذار یه زنگ به جمشید بزنم. خب ببینم اگر باشه بیاد یه گپی هم با علی بزنیم. بذار ببینم هست. سلام علی جان، خوبی؟ روبرایی؟ روبرشتی؟ برقراری؟ پایداری؟ خدا. علی جان کجایی؟ من کافه. ببین من با یکی از دوستام داریم ویدیو ضبط میکنیم برای کانال یوتیوبمون. بعد توی این قسمت داریم در مورد عشق صحبت میکنیم. محمد خودش به تازگی عقد کرده، ازدواج کرده. بعد تو به ذهنم رسیدی، قربونت سلامت باشی، تو به ذهنم رسیدی که تو هم در آستانه این اشتباه هستی. در شرف این اشتباه، در شرف این خودش اینجا نشسته. آها بله، در آستانه اتفاق خیلی خوب هستی. ببخشید، در آستانه خیلی خوب هستی. خوب شد آگاه هم کردی. گفتم بیام اگر که وقت داری بیام یه 7 دقیقه 10 دقیقه با هم دیگه صحبت بکنیم، نظرت تو هم پیرامون این کلمه بدونم. هستی بیام؟ آره داداش هستم. باشه، من یه چند دقیقه دیگه فکر کنم برسم، نزدیکم به چند دقیقه دیگه میرسم. بیا پایین، یعنی بیا بیرون از کافه صحبت کنیم با هم. نمیاد داخل؟ نه دیگه، همین تو ماشین میشیم، خیلی وقت نمیگیریم. باشه قربونت، میام پیشت. پس خداحافظ. خب حل یه وله ببینیم علی اینجا ظاهر شه. بریم ببینیم. ای دوست دارم جلوه های هالیوودی به این هالیوودی چنل بدیم. یه وله ببینیم، یه وله ببینیم. الو، سلام علی جان. سلام داداش ما رسیدیم، الان سر کوچه ایم. بیا منتظر، بیا ماشین قهوه‌ایه. باشه بیا منتظر. سلام. سلام، چطوری؟ خوبی؟ اشکال نداره. بیا ذره وسط‌تر بشین. محمد میکروفون تو بده، تو من تو با این میکروفون بگیم. آره خیلی عالی. میکروفون تو بده. بیا اینجا اینو بزن به خودت. ما اصلا با مخاطبمون کاملا آنستیم و سانسور نمی‌کنیم. خب بسیار عالی. بریم. خوبی؟ مرسی. خدا قوت. قربونه. خانم آینده‌تون هم بودن؟ بله. سلام برسون. سلام برسون. مرسی. علی ما در مورد عشق داریم صحبت می‌کنیم. چه عالی. آره، توی هر اپیزودم در مورد یک کلمه، در باب یک کلمه حرف میزنیم. الان در باب عشق داریم صحبت می‌کنیم. محمد گفتش از حالا چه جوری رفتن، چه جوری آشنا شدن و به هر حال بحث مهریه و مشکلات اقتصادی و این حرفا و اینا. بله. میخوام ببینم که تو چه جوری با خانم آشنا شدی، اول بهمون بگو. طبق معمول تو کافه. اینقدر کافه رفتی تو بالاخره یه نفر نیمه گم شده رو پیدا کردی. بعد از اینکه نیمه های گم شده رو جستجو کردی، ان شاءالله که اینو سانسور کنی. یه نیمه رو ما اصلا سانسور نه سانسور کنیم که به منجر به طلاق نشه ان شاءالله. خب تو کافه کی آشنا شدین؟ چند وقت پیش؟ الان فکر می‌کنم 2 سال شده. 2 سال. بله. بعد کی فهمیدین که این عشق صورت اصلا به نظرت واقعا عاشق شدی؟ ببین اون که 100% رابطه ما اصلا یه جوری شکل گرفت که نه من پیشنهادی دادم نه خانم من پیشنهادی داد، چشمون رو وا کردیم این وسط رابطه ایم. چه جالب. خیلی قشنگ بود. چه جالب. بعد به نظرت این چی جوری میشه بفهمیم که ما عاشق شدیم یا نه؟ یعنی تو الان فکر میکنی خودت عاشق شدی یا نه؟ اگر فکر میکنی عاشق شدی چی بوده نشونش؟ نشونش این که خنده طرف مقابلت از خنده خودت واجب تره. این خیلی نکته مهمه. یعنی دیگری، یعنی نفر مقابلت رو بر خودت مقدم بدونی. دقیقاً. این خیلی نکته مهمه دیگه. واقعا منم به نظرم تعریفم از عشق همین. تو وقتی که عاشق میشی خوشحالی اون برات از خوشحالی خودت مهمتر میشه. یعنی اون خوشحال میشه تو هم خوشحال میشی. واقعا فکر می‌کنم این مدلیه. بعد چی شد که تصمیم گرفتی
جدیش بکنی و گردن، چون محمدا گردنگیرشون خوبه و میدونی محمدا علی هم خوبه دیگه. بگیرن. الان فهمیدیم که علی هم بگیرن. آره. چی شد که حسینا بگیر نیستن؟ حسینا کم و بیش خیلی نمیشه گفت بگیرن. چی شد که آخه تو 206 هم داره، البته 206 استیه ببینید. آره. پس هر 206 حساب نیست. 206 استی باشه بگیر. بگیره. امیرن که بگیر نیستن. هاچبک و جالب بدونی من 206 سفید هاچبک دارم. خب بعد امیر حسین میشه اشتباه امیرشو سانسور کرد. این رو بعدم ثبت اول درستش آره. چی شد که خواستی جدیش بکنی؟ هر پسری دوست داره بالاخره خانواده تشکیل بده. اون کسایی هم که میگن ما نمیخوایم تشکیل بدیم هم توی ته دلشون واقعا دوست دارن که تشکیل بدن این زندگی رو. هر کسی دوست داره خانواده خودش رو تشکیل بده، یه زندگی. و الان البته خیلی سخت شده ها، چون پسرها مسئولیت پذیریشون یه ذره کم شده. نکته مهمی. آره قبول دارم. بعد شرایط مهم نیست، یعنی تو الان کارت، نمیدونم درآمدت، خونه، چه میدونم این چیزایی که مثلا مطرح هستش. ببین پدر مادرای ما زمانی که ازدواج کردن خب با داشته ها و نداشته های هم ساختن. آخه میگن الان این حرفا دیگه افسانه است و دخترها قبول نمیکنن و اینجوری میگن. رو بهتر کردم دست شدن. آخه میگن الان دیگه این چیزا نیست، دخترها دیگه بساز نیستن و چرا دختر بساز هم هست، واقعا هست. کسی که سیر باشه تو خونه واده خودش، اون توقعاتو از پسر 26-7 ساله 30 ساله نخواهد داشت. آفرین. تجربه ها رو داشته دیگه. این نکته مهمیه. ولی به شرط اینکه اون شخص هم بخواد که زندگی تشکیل بده، خانواده تشکیل بده، عشق خانواده باشه. آفرین. این خیلی نکته مهمیه واقعا. این که دو طرف، اون طرف نخواد بیاد تو خونه شوهر عقده گشایی بکنه در واقع. آفرین. این دو تا چیز تو مطرح کردی، شما برای ما نظر بذارید که یک، آیا واقعا همه پسرها، این آقایون جواب بدن، علاقه‌مندم تشکیل خانواده؟ چون الان علی اشاره کرد گفتش که همه پسرها دوست دارن خانواده تشکیل بدن. من حس می‌کنم واقعا اینجوری نیست. من مخالفم با این نظر. خیلی ها پسرا میگن نه با ولش کن، مجردی خیلی بهتره. این برمیگرده به اون قضیه امیر بودن وجودی درونی تو. اگر امیر هستی و داری این اپیزود رو می‌بینی بنویس که من امیرم و گرفتم که ما بفهمیم که امیرا هم میگیرن. و نکته دوم این که دختر خانوم‌ها هم اینو بگن که واقعا ما داریم خانوم‌های بساز، دختر بساز واقعا هنوز هست یا نه دیگه نقشش منقرض شده. البته که داریم، دو تا نمونه اینجا هست که داریم. ولی خودم تعدادشون چقدره؟ سر مهریه مشکل نخوردین؟ چقدر مهریه شده برای شما؟ یا هنوز تو صحبت نکردید؟ هنوز صحبت نکردیم. به نتیجه نرسیدین؟ به نتیجه نرسیدیم. به نظرت مجردیه بهتر یا متأهل بودنه؟ جفتش. کسایی که گرفتن میگن مجردیه خوبه، کسایی که نگرفتن میگن متأهلی. من گفتم متأهل. تو تازه داغی، تازه عقد کردی. متأهل در معنای واقعش اونه که بری زیر یه سقف. تو هنوز داغی، حالا بری زیر یه سقف 2 سال دیگه میبینمت. اینجا هستین کلیپ 2 سال دیگه میای اینجا میگی بچه‌ها نه ان شاءالله که اینجوری نباشه، خوشبخت باشی. حالا میخوام اینو بهت بگم ولی فکر میکنی که چند سالته تو؟ الان 30 شدی درسته؟ 30 دارم رد. 30 داری رد نمیخوره. ولی بهترین سن برای ازدواج که یعنی فکر میکنی اگر زودتر ازدواج میکردی بهتر بود یا نه الان؟ چون ما همه رنج مخاطبی داریم دیگه. ببین فرقی نمیکنه. سن اصلا مهم نیست توی این مقوله ازدواج. اون موقعی که دو طرف به اون درک رسیده باشن که آقا میتونن مسئولیت پذیر باشن، میتونن مسئولیت یه زندگی رو بپذیرن، بخش مادیش به دست میاد، پول به دست میاد همیشه. کم باشه زیاد باشه، اون فکر چی میگن، فکر عجیبی نیست. اون همه مشکل اقتصادی داشتن. یه زمانی این مرحله رو رد کردن، یه سریا توشن، یه سریا رد میکنن، ولی اون درک و شعور ازدواج خیلی مهمه به نظرم. به یه بلوغ فکری باید رسیده باشی دیگه، به یه بلوغی برسی که بخوای این مسئولیت رو قبول بکنی. فرقی هم نمیکنه دهه 80 باشه، دهه 70 باشه، دهه 60 باشه. خیلی‌ها رو من به شخصه میشناسم که دهه 60 ان
واقعا هنوز به اون درک و بلوغ نرسیدن. سن یه عدده. دقیقاً. آفرین. اون تفاهم طرفین. آقا سن یه عدده دوستان، سن کاملا یه عدده. من اینو بارها همه جا میگم، سن یه عدده. تو خانم دهه 80 درسته؟ بله. تو خود دهه 70، بله. تو چی؟ جفتتون دهه 70. جفتتون 70. پس نگاه کن، دهه 80 هایی هم که شاید بهشون میگن، به نسل زدی ها در واقع که بهشون میگن نه خیلی پرتوقع ترن، خیلی پیچیده ترن، واقعا این مدل نیست. ما میبینیم که الان اتفاقا این الان همسر رفیق ما هم دهه 80 و این اتفاقا داره رقم میخوره. حالا من میخوام بدونم که در آینده فکر میکنی که گام بعدیت باید چی باشه؟ یعنی مثلا برای اینکه بخوای یه خونه بگیری، خب این مهمه که خونه حتما یه جای خیلی لوکس باشه، بالا شهر باشه، چند متر باشه. در مورد هم صحبت کردیم. مثلا بیا خانم بگه که نه من باید مثلا خونه نزدیک مامانم اینا باشه، اینجوری مثلا. نه، همین که بتونیم یه زندگی رو تشکیل بدیم که حالا از مرحله اجاره نشینی برسیم به یه سقفی که بالا سرمون باشه و مال خودمون باشه. این خیلی مهمه. این خیلی مقوله مهمیه تو این بحث. دو نفر باید با هم دیگه بسازن. دقیقاً. این سال کمک کنیم با هم اون سقفه رو با هم بسازیم تا اینکه فشار، الان وضع جامعه یه جوریه که واقعا تنهایی نمیشه. آره. بعد یه چیز دیگه که برام جالبه، ما هم از 6 سال با خانومش دوست بودن و بعد از 6 سال به این نتیجه رسیدن که حالا دیگه وقتی ازدواج کردن. شما بعد از 2 سال واقعا چه میزان آشنایی لازمه؟ تو میگی 6 سال کمه یا خوبه؟ میخوای میکروفون رو بگیرم واسه؟ نه خوبه. 6 سال خوبه. 6 سال خوبه. تو چی میگی علی؟ چقدر لازم برای شناخته؟ یعنی 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 6 سال. الان 3 برابر تو دوستی تو بعد گردن گرفته. برای تو بعد 2 سال گردن گرفت. ببین هرچی سن میره بالاتر شناخت آدم بیشتر میشه دیگه نسبت به طرف. میگن قدیمی‌ها میگفتن مثلا طرف میگه ما میریم فرحزاد. خب بعد 1 سال 2 سال حالا مثلا تجربه شخصی خودم میدونم طرفم چه جوریه. آره. خب این خیلی نکته مهمه. آره. از چه خانواده‌ایه، برو سمت کافه. فرهنگش چه جوریه. از کوچه دانش برو. خب دانش خیلی سخته. دانشمون سر بالاییه میشه. آره سیمرغو بریم. سیمرغو بریم بالا. اینکه همه جوره طرفتو تست کنی، ببینی تو نداریات کنار میاد، تو داراییات کنار میاد. این خیلی مهمه. همیشه پا هست، کنارت هست. شما وضع خانوادگی چطوره؟ یعنی خیلی پول دارین؟ خیلی من میدونم، میخوام برای مخاطبام بگی. یا نه یه خانواده متوسط. تو چی؟ متوسط. ببین پس ما الان نرفتیم سراغ بریم مثل خیلی از فیلم‌ها و فلان اینا، بریم سراغ یه آدم مثلا یه پسر خیلی فقیر یا یه پسر خیلی پولدار نمیدونم تو ماشین بنز سواره. نه، قشنگ قشر عموم جامعه دیگه، یعنی یه قشر متوسط که این اتفاق افتاده و هر دو در شرف این اتفاق هستن. شاید بگید که من چرا این کار انجام نمیدم. یه مربی هیچ وقت وارد زمین نمیشه. این نکتهش اینه. من هیچ وقت وارد زمین نمیشم. چرا؟ چون من مربی این دو نفر خود من بودم. و نکته بعدیش اینه که چون شیرینی من ندادن. حالا ما اینجا بحث کردیم، ایشون که گفتم شما شیرینی به من یه دونه آب هندونه داده و میگه اون ایشون که کلا گردن نمیگیره. یعنی یه ازدواجو گردن گرفت، یه شیرینی رو گردن نمیگیره. کی قرار شیرینی بدی؟ مسئله اینه که چی؟ ما تو رفاقتامون ما ایرانی‌ها تو موفقیتامون بخوایم همیشه شیرینی بدیم، دیگه اون موفقیتو به دست نمیاریم. برای گردن نمیگیریم. خب پس یعنی پس از این بعد ما هم قرار نیست شما شیرینی بدیم دیگه. شما شیرینی زیاد داری، حواسم هست. حالا من که به حال میگیرم از جفتتون شیرینی میگیرم. تو هم آپنده تالار ان شاءالله در خدمتیم. شیرینیه حالا کو کی قراره عروسی بگیری؟ حالا هر موقع بشه. خونه رو تو کی قراره بگیری؟ اینو بگو. حالا ما هم هر موقع بشه. خب پس ببینید وعده سر خبر هم به من میدن که بیا تالار و اینا اون بمونه. خب نه دیگه، ما بالاخره بخوایم بگیریم کارتو میفرستیم خدمتتون. خب پس ما منتظرمون تا اون موقع. ولی حتما هر کدوم از عروسی این دو تا که زودتر بود حتما کارت عروسیشون رو به شما هم نشون میدیم. من شما رو با حسین انقدر صمیمیم که کارت نمیفرستم، اس آدرس تالار رو میفرستم. به خاطر از صرفه‌جویی، به خاطر که هزینه نکنه یه کارت به من نمیخواد بده. من فقط شیرینی بده. کجایی؟ دتیزا. نگاه کن. علی جان خیلی ممنونم ازت. وقتی گذاشتی میرم. خانمتون منتظره، بیش از این وقت نمیگیریم. مراقب خودت باش. ان شاءالله که ببینیمتون. دم شما گرم بابت وقتی گذاشتی. سلامت باشید. خداحافظت باشه. اینم با خودم ببرم. نه لازم میشه.
اینجاش سانسور کنه. یه سانسور ما اینجا سانسور ندیم آقای بفرمایید. خدا خدا حتما سانسور. حتما من سانسور میکنم. خدا بزادش موقع بس. خب نطقم باز شد، نطقت باز شد ها. صدام برگشت. خب اینم از این اپیزود. صحبت کردیم خیلی جالب بود به نظرم. یعنی هم صحبتای تو رو شنیدیم و تو 6 سال دوستی، بعد از 6 سال به ازدواج رسیدی. علی برات دوست می‌کنی حالا واقعا کدومش بهتره؟ حالا که علی نیست پشت سرش غیبت کنه. جفتش خوبه، جفتش از مجردی بهتره. باز گفتم تو هنوز مجرد حساب میشی. گفتم متأهل کسی که بره زیر یه سم، شما هنوز مجرد حساب میشی. حالا هی ولی ان که اگر واقعا عاشق کسی هستید، اگر که عشقی در دلتون دارین، به اون عشقتون برسین. و اینو هم بگم که عشق فقط عشق به یک جنس مخالف به عنوان همسر نیست و عشق به پدر، عشق به مادر، عشق به خدا، همه اینها عشقایی هستن که بسیار مقدسن و قابل احترامن. برای ما حتما نظر بذارید. یعنی در باب کلمه عشق یک مدل عشقی که ما بهش اشاره نکردیم و شما بذارید. سوالاتی که پرسیدم رو حتما بهمون بگید و لطفاً تهران گپ رو سابسکرایب کنید، به دوستانتون حتما معرفی بکنید، اون زنگوله ها رو بزنید که از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشین. و ممنونی بابت همراهیتون. قول میدیم که تو هر ویدیو موضوعات جذاب و موضوعات مختلفی رو با شما به اشتراک بذارید. شما حرفی ندادید؟ خیلی تاثیرگذار. خدا نگهدار. چی بود؟ داری چی؟ هیچ. خدا